با سلام خدمت دوستان عزیز. یه دستگاه دیگه مارک پالینست که مثل همون دستگاه قبلی که بهتون نشون دادم. این دستگاه پورتابل هستش برای تست کدورت و پارامترهای دیگه که برای آب هستش. مشکلی که برای این دستگاه پیش اومده استفاده از باتری نامرغوب در دستگاه بوده که خیلی هم مشکلاتی که برای این دستگاه پیش میاد به خاطر همین مشکله. خواهش میکنم ازتون که این دستگاه ها گرون قیمته. اگر دارین استفاده میکنین از این باتری خوب بندازید. شما که دارین این همه پول دستگاه رو دارید میدین و میخواین استفاده کنین و یه عمری کار کنین. متاسفانه همه پول دارن میدن و زور پول دادنشون به باتری میاد. جنس باتری مرغوب استفاده کنین که مثل این دستگاه اسید باتری واسه خورندگی برد نشه که بخواین حالا یا مثل اون یکی دستگاه قبلی ترک رو نابود کنه یا مثل این یکی برد رو خراب کنه. حالا باید نگاه کنیم ببینیم که آیا برد آسیب زده یا خیر. خب همونطوری که خدمتتون عرض کرده بودم، این استفاده از باتری نامرغوب باعث شده بود که اسید باتری پس بده که متاسفانه هم جا باتری رو خراب کرده بود، هم برد رو خراب کرده بود و یه جایی از برد اصلاح شده. الان می‌بینید که سیم کشی شده یه جایی ترکاش و این قسمتش هم که مثلا برد نابود شده بود، مجبور شدیم که یه سیم بزنیم که خارج از حالت برده و این دوتا سیم رو زدیم اینجا که چون جا باتری خراب بود که بتونیم برد رو روشن کنیم. و متاسفانه این میکرو زیر این فلت قرار داره. متاسفانه زده میکرو رو نابود کرده و اون فرمانی که باید به این LED ها بیاد که روشن بشه و پارامترها رو بخونه، اون میکرو دیگه اون کار انجام نمیده و عملا دستگاه غیر قابل استفاده است. بازم تاکید میکنم که باتری جنس خوب بندازید داخل دستگاه ها و این دستگاه گرون قیمته که موجب این خسارت ها نشه. فعلا خدا نگهدار.